در آن روزی که مقدارش 50,000 سال است. پس صبر جمیل پیشه کن، زیرا آنها آن روز را دور می‌بینند و ما آن را نزدیک می‌بینیم. همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می‌شود و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی‌گیرد. آنها را نشانشان می‌دهند، ولی هر کس گرفتار کار خویشتن است. چنان است که گنهکار دوست می‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند و همسر و برادرش را و قبیله‌اش را که همیشه از او حمایت می‌کرد و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش کردند. اما هرگز چنین نیست که با اینها بتوان نجات یافت.